که دارین این گیم پلی عالی رو میبینید که نمایندگان عربستان و نمایندگان ایران و حوزه خلیج فارس بازی میکنن. دیدار اول بازی شروع میشود با پرسپولیس و النصر و دیدارهای بعدی و پارتهای بعدی هم براتون میگم. سرلک و مسعود ریگی بالا راست این هم ترکیب النصره که براتون میگم. دیدار پرسپولیس و النصر، پرسپولیس تهران ایران و خب به نیمه دوم بازی میدیم بچه ها. نیمه اول بازی هیچ شوت و هیچ و شوت میگیره بنتو. میخواست همین دقایق گل بزنن بازیکنان پرسپولیس. کنره امید سان میکنه استونورونوف اونجا مسعود ریگی که نمیتونن دیگه ضربه رو میزنن. میلاد سرلک فرصت لوکاشو فرصت دارنگا به راحتی میره پاس سلطان الغنا تالیسکا سلطان الغنا پاس به رونالدو. خدا این چه فرصتی بودن دست داد کریس رونالدو. نگاه کنین ضربه سر رونالدو رو از گوشه و بازی به دقیقه 90 میره. این هم آمار این بازی 90 دقیقه است که مشاهده میکنید. 20 دقیقه پنالتی ها که میبینیم آخرش به پنالتی ها کشیده میشه یا نه. اینجا النجار وقتی میتونن سلطان الغنا اونجا کریس خالیه میاد به خوبی توپشو قند میکنن. اونجا مارسلو بروزوویچ و گل خدا و گل برای النصر. مارسلو بروزوویچ توپ نرسیده به پرسپولیس، حالا توپ رسید. لوکا جا اونجا گول سیانی وحید امیری و لوکا جا. خدا چرا گل نشد و تمام بازی تمام 1-0 برای النصر. الان 1-0 اگر نماینده های عربستان جلوی هم. انشالله بازی بعدی